اگه استخونت شکسته جوش نمیخوره باید معجونی که بهت معرفی بکنم بخوری که استخونات سریعتر جوش بخورن. این تصویر رو نگاه کنید. ایشون برج 12 عمل جراحی شده، پلاتین گذاشتن تو باش. 27/3 اومده پیش ما یه عکس گرفته که استخوان پام هنوز جوش نخورده. من معجونی بهش دادم، مصرف کرده و تاریخ رو نگاه کنید. 31/4/1403 دوباره رفته عکس گرفته. تفاوت‌ها رو ببینید. پا شروع کرده به جوش خوردن. این معجون شامل موارد زیره: 3 قاشق نخود پخته شده، 2 قاشق چایخوری ارده، 15 برگ جعفری خرد شده. همه رو میریزی توی ظرف، لهشون میکنی با هم دیگه، میشه چیزی شبیه خمیر. اینو میخوری. اعراب به این میگن حمص، غذای لبنانیه. بلا فاصله که این غذا رو خوردی باید قرص ویتامین دی 1000 هم بخوری. این ترکیب رو 1 بار در طول روز به مدت 1 ماه میخوری. محاله که ترک‌های استخوانی، شکستگی‌های استخوانی